خاندایی میگم حالا که دانشمندان نتونستن واکسن کرونا رو پیدا کنن، کاش پوست مصنوعی بسازن پوست واسه دستامون نمون انقدر شستیم. شستن یه طرف دایی جون، بعدش کافیه دستت بخوره به یه سطح آلوده، همون لحظه دماغ و چشم و صورتت با هم خارشک میگیره. اینو بهش میگن دعای خیر آبا اجداد کرونا. کی رفته تو باغ کلما؟ بگو یه 2-3 تا هم برای ما بچینه یه سالادی بزنیم پسر. کی اسم کلم آورد آقا جون؟ خاندایی داشت راجع به کرونا صحبت میکرد. کرونا؟ آها، امروز اکبر بقال میگفت رفته درمونگاه واسه تست کرونا 600 تومن ازش پول گرفتن پسر. 600 تومن؟ با این آدم ترجیح میده جواب تستش مثبت باشه آقا جون تا حس نکنه پولش در رفته. پونس تو در رفته؟ خدا رو شکر تو پامون نرفت. ای تازه بیداد، من که حرفی از پونس نزدم. خاندایی بابام میگه مسئولین نظام همه مشاغل و مدارس رو باز کردن ولی خودشون از تو کار قرنطینه‌شون تکون نخوردن. راست میگه بابا، هرچی ما هی به خودمون فشار میاریم زنجیره کرونا رو قطع کنیم، این وسط روحانی شده عمو زنجیر باف. خاندایی پسی همه تبلیغات چیه که میگن کرونا رو شکست میدیم؟ دایی جون با فرمونی که اینا دارن پیش میرن همینجوری کرونا رو شکست بدیم 2 ماه دیگه منقرض میشیم. دیروز تو اخبار میگفت به زودی واکسن کرونا تولید میشه ولی من میگم اعتباری بهش نیست پسر. راه حل داره آقا جون. اگه واکسن کرونا اومد اول باید روی روحانی و عظما آزمایش کرد. اگه زنده موندن واکسنی منه، اگه مردن کشوری منه. پسر جان حالا گیریم که کرونا هم رفت، با دلار 32,000 تومانی و خونه های چند میلیاردی چطوری میخوایم زنده بمونیم و زندگی کنیم؟ راست میگه تا این آخونده هستن وضعیت فعلی ما برای اصحاب کهف هم تراژدیه. خب دیگه دایی یه خبرترین از این مشنگا بخون یکم بخندیم لااقل. الان بخونم خاندایی. مزخرفترین اظهار نظر هفته، روحانی گفت ویروس جهش یافته اروپایی عامل موج تازه کرونا در ایران است. بهش بگو روحانی بخوام پاتو بده بالا خون به مغزت برسه. به مغز؟ باید مغزی باشه آقا که خون بهش برسه آقا جون. این شیخ فرید باشو بده بالا نهایتا خون دماغ میشه. خاندایی مگه همین روحانی نبود که گفت کرونا کاهش یافته بعد همه محدودیت ها رو برداشت؟ پس چرا میگه ویروس جهش یافته اروپایی مقصره؟ دایی تو کشندگی و نابود کنندگی هنوز هیچ ویروسی به گرد پای ویروس ولایت نرسیده که حالا میخواد با تلفات از مردم جلوی قیام رو بگیره، ولی کور خونده دایی. میگم بهتره با گوش کردن به زر مفتای شیخ ولی و عظما ذهن خودتون رو باغ وش نکنید پسر. خب بعد 2 تا چای بریز بخوریم که منفعتش بیشتره بابا. ده بازم من برم آقا جون؟ نه زنگ بزن همسایه بغلی بیاد چای بریزه. ده.